خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو من. تو این سری ویدیو من میخوام کلا شغلایی که توی استارتاپ درگیر میشن، توی ساخت یک نرم افزار درگیر میشن، یه نرم افزاری که ما تو روزمره داریم ازش استفاده میکنیم، در واقع چه ویژگیهایی داره با اینها، یه مقدار چه ویژگیهایی داره، نه چه آدمایی در واقع دارن فعالیت میکنن، چه شغل هایی دارن فعالیت میکنن که اون نرم افزار به دست ما برسه، اون خروجی. داستان اینه که خب اصلا چرا این سری رو میخوام شروع بکنم؟ به خاطر اینکه نگاه کردم در من یه مقدار، حالا همگی ویدیوهای تخصصی دارن میسازن و برای کسی که شاید تازه میخواد تو این محیط بیاد فعالیت بکنه، یه مقدار اصلا انتخاب این داستان که من برام سراغ چی، از کجا شروع بکنم، فلان فلان، یکم براش چالشه. حداقل برای خود من تقریبا حوالی 2016 بود که شروع کردم به کار. البته 2016 دیگه وارد بازار کار شدم، این مقدار قبلتر شده. خب خیلی گیج بودم دیگه که مثلا چه خبره، نمیدونم برنامه نویسی مثلا اندروید بکنم یا فلان بکنم، نمیدونم بک‌اند برم کار کنم یا فرانت کار بکنم، علاقم بیشتر کدوم سمت، فلان فلان، و خیلی کلا درگیر شدم، درگیر این داستانا شدم. و تو ذهنم بود همیشه که یه مقدار که حالا فشار کارم سبکتر شد، زمان داشتم، همه چی با هم یاری میکرد، یه سری ویدیو ضبط بکنم و اینها، و بخوام کمک بدم در واقع حالا این تجربه شخصی و به بقیه. حتی تجربه من اونقدری نیستا، یعنی ولی خب حالا در حد همون کوچولوه بتونم من کمک بدم به بقیه دوستان استفاده بکنم. اوچ خب اولین شغلی که خب تو ذهنم اومد که بخوام معرفی بکنم، اولین پوزیشنی که در واقع تو ذهنم اومد که معرفی بکنم، بحث فرانت اند دیولپر بود، توسعه دهنده فرانت اند. ببینید بچه ها، هر اپلیکیشنی که ما میبینیم از این به بعد اینجوری با هم دیگه تقسیمش میکنیم دیگه. یه لایه فرانت اند داره که رابط کاربری اون چیزیه که ما داریم میبینیم. خب اگر من بیام مثلا سرچ بکنم فرانت اند ایمیج، مثلا یه عکسی که ببین مثلا اینجا تقریبا اومده توضیح داده یه جورایی. این داستانیه که ما مثلا وقتی که همین الان ما مثلا این سفر رو که داریم میبینیم، این از یک سری اجزایی تشکیل شده دیگه. خب یه رابط کاربری داره، این یه سری عکس اینجا داره، یه اینپوت اینجا داره که متن ورودی میگیره، متن رو ارسال میکنه برای بک‌اند، پروسس میکنه روش، با دیتابیس ارتباط میگیره، فلان فلان، که دیگه حالا اینا یه مقدار تخصصی تر میشه. تو ویدیوی بک‌اند من اینو توضیح میدم. بعد نهایتا یه خروجی میده و فرانت اند در واقع وظیفه اینو داره که اون خروجی رو بگیره، نمایش بده، ببینه کاربر چه اکتی میخواد بزنه، اون اکت رو فرض کنید چه کاری میخواد بکنه، اون کار رو ارسال کنه برای بک‌اند. بک‌اند یه جوابی بده، حالا فرانت بیاد اون جواب رو در واقع نمایش بده طبق پروسس هایی که اتفاق میفته و اینها. کلا شغل توسعه دهنده و برنامه نویس بودن یه سری خوبی‌ها، یه سری مزایا و یه سری معایب داره. خب خوبیش اینه که شما مثلا مدرک دانشگاهی به اون صورت توی این حوزه اصلا احتیاج ندارید و خیلی راحت میتونید فضای وارد بازار کار بشید. و حتی تجربه شخصی من میگه آدما اصلا بیشتر حال میکنن وقتی میبینن که تو مثلا دانشگاه نرفتی، یا حتی دانشگاه خوبه ها، خیلی خوبه، اگر بدونی میخوای چیکار بکنی خیلی خوبه. ولی خب تجربه شخصی من این بود که هم گفتن آقا ایول دمت گرم فلان فلان، و خیلی اصلا برام یه سری چیزا ایزی تر میرفت جلو، مثلا رونده حالا مصاحبه یا اینترویو فلان، خیلی آدم حال میکردن با این قضیه. پس ما مدرک تحصیلی جزو در واقع چیزایی نیستش که 100% احتیاج داشته باشیم، ولی اگه داشته باشیم خوبه.
مخصوصا برای پسرا، مثلا تو شرکت‌های دانش بنیانی که امکان امریه سربازی دارن و فلان فلان فلان، وقتی که خب اینا یه لیمیتی دارن دیگه، یه جایی دیگه از یه جایی به بعد قانونه دیگه، آدما نیستن. وقتی قانون میشه، قانون میگه آقا تو زیر لیسانس مثلا نباشی، کارشناسی نداشته باشی، نمیتونی امریه بشی و در نتیجه اونجا تو به مدرک تحصیلی احتیاج پیدا میکنی و کلا خوبه اگه مثلا شرایط و وقت و زمانشو داشته باشه آدم، خوبه دوتاشو اصلا در کنار هم پیش ببره اگر میخواد زودتر وارد کار بشه با اینها. و خب یکی از خوبیای دیگه‌ای که داره، من اینجا یه چند تا چیز یادداشت کردم از روش دارم میخوام، یکی از خوبیای دیگه‌ای که هست اینه که خب مثلا رنج حقوق در واقع پرداختی شرکت ها به نسبت بالاتره نسبت مثلا به مهندسی های دیگه، چون مهندسی برق، مهندسی عمران فلان، کلا مهندسی نرم افزار، اگر در واقع توسعه دهنده خوبی باشین، دیولپر خوبی باشین، رزومه خوبی داشته باشین، کد خوب تولید بکنید، خب یه رنج خوبی داره و عرضه و تقاضای بازارم به نسبت تقاضا بیشتره. یعنی چی؟ یعنی اگر که مثلا فرض کن توی تهران ما 1000 تا دیولپر خوب داشته باشیم، 1500 تا شرکت هستن که دنبال اینن دیولپر خوب استخدام بکنن. حالا عدد دقیق نیست، مثالیه. میخوام بگم که عرضه و تقاضا بیشتره، در نتیجه سعی میکنن شرکت ها با هم دیگه رقابت بکنن برای استخدام در واقع دیولپر، سعی میکنن که حالا حقوق بالاتری در نظر بگیرن، مزایای بیشتری در نظر بگیرن و محیط فانتر و باحالتر و کولتری درست بکنن تو فضای کار و از اینجور چیزها. پس این عرض تقاضا خیلی خوبه، یعنی بازاریه که کشش داره، اگه میخوایم واردش بشیم کشش داره. و یه چیز دیگه باز تجربه شخصیمه، کلا رخ کار خوبی هم داره این داستان. یعنی شما وقتی که دیولپری، خب فرض کن با یه تایم مثلا 6 ماه تا 1 ساله میتونی شروع بکنی و کار بکنی، دیولپر میشی. میتونی تو 3 ماه بری شروع کنی، بعدش کارآموزی بکنی فلان فلان و دیولپر میشی. و شاید تنها شغلیه که مثلا توی بازه کوتاه واقعا اصلا یه اسم خوبی داره، یه چی میگن، یه جایگاه خوبی داره تو اجتماع. یعنی بالاخره این قضیه رخ کار هم مهمه، قضیه کالچریه دیگه. کلا کالچر بیشتر آدم‌ها اینجوریه که دوست دارن شغلی که میگن بقیه بگن واو آفرین فلان فلان، و اینم در واقع یه چنین شغلی هست. و نکته بعدی و این که خیلی هم مهمه اینه که سن و سال توش مطرح نیست، سن پایین توش مطرح نیست، سن بالا توش مطرح هست. مثلا خیلی راحت از 18 سالگی یا حتی قبلترش 15-16 سالگی آدم میتونه استارت بزنه کار بکنه و هم واقعا حال میکنن با این قضیه، میگن دمت گرم فلان فلان و بیشتر تحویلت میگیرن، میبینن که مثلا سن پایین داری کار میکنی و اینا، و سن و سال اصلا توش مطرح نیست، سن پایین. ولی خب یه سری شرکت ها مثلا دیگه یه سری سنهای بالاتر رو اگر تجربه و رزومه خفنی نداشته باشن رد میکنن خیلی راحت. و مثلا من دیدم خیلی جاها نگاه میکنن حتی مثلا کسی که ازدواج هم کرده یا بچه داره رد میکنن رزومه‌شو بدون اینکه بخوان مثلا بررسی بکنن که ببینن اصلا آدمه چجوریه، آدم مثلا خفنی هست یا نه، مهارتاش چجوریه، رزومش چی بوده، بدون در نظر گرفتن یه سری چیزا خیلی راحت رد میکنن. پس سن بالا توش مطرح هست، سن پایین توش مطرح نیست. خب بریم سراغ این که من اولین در واقع پارت رو اختصاص دادم به توسعه دهنده فرانت اند و با هم دیگه اول یه مسیری طی می‌کنیم ببینیم که کسی اگر بخواد توسعه دهنده فرانت اند بشه چه مسیری باید طی بکنه. عذر میخوام.
چه مسیری باید طی بکنه و از اون طرف چقدر در واقع فرصت و اپورتونیتی کار براش هستش. من اینجا خب یه رودمپی گرفتم، یه سری بیسیک ها رو توش میتونیم ببینیم، حتی بیشتر از بیسیک هاست. برای اینکه شما کلا تو حوزه وب شروع کنید به فعالیت، وب میشه در واقع وبسایت و در واقع وب اپلیکیشن و اینها. دوتا فاندامنتال اصلی داره، HTML و CSS. این دوتا رو بچه ها حتما باید خوب بلدش باشید و کلا خیلی جاها در واقع کارتون برمیخوره به HTML و CSS که خب من زیاد راجبش صحبت نمی کنم، فقط خیلی کلی بخوام بگم. فرض بکنید که یک ساختمونی که میخواد ساخته بشه یک سری در واقع حالا اسکلت داره، آرماتور بندی داره، نمیدونم بتون ریزی داره، ستون داره، فلان فلان. اینا رو ما فرض میگیریم این بلاک هایی که مشخص کردن اینجا قرار اتاق باشه، حالا مستقل از این که اتاق اصلا چه شکلیه. این خب HTML در واقع این کار رو برای ما انجام میده. CSS کمک میده به استایل دهی و اینکه در واقع مثلا فرض کنید توی این صفحه اینکه اینجا یه عکسی هست، خب با HTML مشخص شده. اینکه یه متنی هست با HTML مشخص شده. اینکه این متن چه رنگیه و میبینی مثلا میاد روش دورش یه همچین بوردری داده، وقتی که موس رو هاور میکنیم روش تغییر سایز میده، یه مقدار شادو میده به عکس و اینا همشون با CSS و این استایل دهی رو در واقع CSS برای ما انجام میده و خیلی مهمه CSS. تا اینجا در واقع یه جورایی ما زبان برنامه نویسی یاد نگرفتیم. یعنی من اگر کسی هم که دارم تازه شروع میکنم HTML CSS رو یاد میگیرم، اینجوری نیستش که الان مثلا برنامه نویس باشم و اینا. میتونم شروع بکنم به قالب درست کردن و کم کم شروع کنم برم کارآموزی بکنم و اینها، ولی خب نمیشه گفت برنامه نویس. چرا؟ به خاطر اینکه با HTML و CSS شما اینو نمیتونید هندل بکنید. زمانی که فرض کن مثلا کلیک شد اینجا این عکس رو آورده و عکس‌های مرتبطش رو آورده. اینا چیزاییه که باید با یک زبان برنامه نویسی انجام داد. یعنی منطق بیاری. آقا این دکمه اوکی، تو HTML میگیم این دکمه است، متنش هم نوشته مثلا ارسال. تو CSS هم میگیم که دکمه سبز باشه، نمیدونم گوشه‌هاش مثلا بوردر رادیوس داشته باشه، نمیدونم متنش سفید باشه، فونتش اینجوری باشه، فلان فلان. خب الان رو این دکمه کلیک شد چه اتفاقی بیفته؟ اینو نه تو HTML میشه مشخص کرد نه تو CSS. از اینجا به بعد دیگه وارد برنامه نویسی میشیم. در واقع با چی میایم اینو مشخص میکنیم؟ با جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت رو بچه خیلی جدی بگیرید. یعنی تقریبا حتی اگر توسعه دهنده بک‌اند باشید، فرانت باشید، توسعه دهنده موبایل باشید، توسعه دهنده دسکتاپ باشید، هر توسعه دهنده‌ای باشین، نهایتا اگر توسعه دهنده باشید کارتون با جاوا اسکریپت یه جاهایی برخورد میکنه و جاوا اسکریپت واقعا یه چیزیه که من خودم خیلی امیدوار بودم که یه روزی یه کسی به من میگفت که جاوا اسکریپت رو خیلی جدی بگیر و از پایه بیا بشین جاوا اسکریپت رو بخون و اینها. پس جاوا اسکریپت بچه‌ها خیلی مهمه. جاوا اسکریپت دقیقاً همون فانکشنالیتی که ما احتیاج داریم رو میاد برامون هندل میکنه دیگه. یعنی اینکه آقا مثلا روی این دکمه کلیک شد، تو بیا مثلا چه میدونم به کاربر بگو آقا خوش اومدی، این دکمه کلیک شد، بیا اطلاعات کاربر رو بگیر، ارسال کن سمت سرور، مثلا توکن بگیر، ذخیره کن، فلان فلان، برو استپای بعدی. اینو جاوا اسکریپت برای ما هندل میکنه. یه مقدار که میام جلوتر، من بحث گیتو میذارم آخر سر. یه مقدار میایم جلوتر، ما HTML بلدیم، CSS بلدیم، جاوا اسکریپت یاد گرفتیم تا حدودی فلان فلان، میخوریم به در واقع فریم ورک ها. خب فریم ورک ها
کمک میکنن که ما بتونیم ساده تر کد نویسی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کن مثلا به جای اینکه من بیام بگم یه دکمه دارم تو HTML روش مثلا نوشته سابمیت، تو CSS بگم آقا این شکلیه، کلی بشینم کد بنویسم، استایل بنویسم براش، تو جاوا اسکریپت هم بگم وقتی روش کلیک شد بیا مثلا یه انیمیشن لودینگی اسپینری روی این دکمه نشون بده که داره میچرخه و فلان فلان. خب این خیلی وقت میبره. خب آدما از یه جایی به بعد شروع میکنن کداشون رو هی منتقل میکنن به پروژه های بعدیشون و مثلا سعی میکنن کدهای اصطلاحاً ریوزبل بنویسن، قابل استفاده در بعد بنویسن مجدد. خب فریم ورک ها کمک میکنن به ما و یک سری در واقع فرض کنید فانکشنالیتی های از پیش تعریف شده دارن، یک سری کودهای از پیش نوشته شدن که از پیش نوشته دارن که به شدت هم اپتیمایزن و خوب کار میکنن و آدمای خیلی خفنی ببخشید من گلوم خیلی میگیرم، آدمای خیلی خفنی در واقع اینو نوشتن و کد به شدت اوکی و تست شده ایه و از همه نظر اوکیه و از همه مهمتر داکیومنت داره. یعنی شما یه مستندی هست که چجوری میتونید از اون کدها بیاین تو پروژهتون استفاده بکنید. واسه این که در واقع گیجتون نکنم یا ذهنتون رو دور نکنم دیگه جلوتر از این نمیرم و همین فرایند رو شما اگر طی بکنین HTML CSS JavaScript یه فریم ورک انتخاب بکنید، نهایتا شروع کنید اون فریم ورک رو کار بکنید، کاملا مسیر کاریتون رو پیدا میکنید و از اونجا به بعد دیگه در واقع خود به خود اصلا با این کانسپت هایی که پایین تر نوشته شده آشنا میشید تو حالا پروژه های مختلف و اینکه that's it. بریم با هم دیگه یه چیز دیگر هم نگاه بکنیم. بیایم بریم مثلا توی الان جاب اینجا بچه ها یه سایتیه که شما ببینم دارم ضبط میکنم اسکرین رو. آره ضبط میشد. جاب اینجا یه سایتیه که شما میتونید بیاید از طریقش در واقع حالا ثبت نام بکنید، بیاید شروع بکنید شغل‌های مختلف رو ببینید، رزومه ارسال بکنید و اینها و شروع کنید به کار. من در واقع حالا اینجا میزنم فرانت اند، اینجا میگه برای مشاهده حقوق وارد بشید. من تو اکانت خودم نمیخواستم وارد بشم، بذار ببینم یه تمپ میلی میتونیم درست بکنیم و بیایم با اون هندل بکنیم. این رو تمپ میل یه ایمیل تمپوری بهتون میده، اون برای اون لحظه میتونید کار ثبت نامتون رو فلان فلان انجام بدین و بعد از اون دیگه حالا دیگه ایمیلی چیزی براتون نمیاد. یه ایمیلی به ما بده. خب این ایمیل رو به ما داد، این ایمیل رو اینجا وارد میکنیم، میگیم اسممون مهرابه، بعد رمزمونم میایم یه همچین چیزی میذاریم مثلا 5 سام. دسته بندی وب و برنامه نویسی و فلان، مثلا میگیم برنامه نویس فرانت اند، قرارداد فلان، شهرم میگه حداقل 5 تا، میگیم تهران. شماره موبایل میخواد، فعلا نمیخوام رزومه ارسال کنم. خب برید بچه ها، الان مثلا من اینجا خودش دیگه اومده برنامه‌نویس فرانت اند و دیگه تو فیلتر بعد بلاگین اون انتخاب کرده. نگاه کنید حالا اینا که زدن حقوقا توافقی فلان فلان، نگاه کنید مثلا این زده بیتلند برنامه‌نویس فرانت اند، دورکاری حقوق از 20 میلیون،
از 18 تومن، از 15 تومن، از 18 تومن، از 18 تومن. این واقعا برای شغلی که شما دارید تازه شروعش میکنید و حالا توی مدتی اگر پشت کار داشته باشید، زمان بذارید و یادش بگیرید، رنج 15 تا 20 تومن، 25 تومن عدد منطقی و هر چقدر جلوتر برید سنیورتر بشید یا حالا به صورت فریلنس کار بکنید و اینها، عددهای خیلی بالاتری هم میتونید تو ماه دریافت بکنید. کلیدش اینه که باید این کار رو دوستش داشته باشید، هی وقت بذارید، یاد بگیرید و هی اون دانش خودتون رو تقویت بکنید و اینها. من دیگه واسه اینکه ویدیو بیشتر از این طولانی نشه بیشتر از این نکته ای نمیگم. اگر سوالی داشتید، نکته ای بود، میتونید کامنت بکنید، من همه رو پاسخ میدم. دمتون گرم. فعلا.